سلام به همه دوستای خوبم. آیا برایتان پیش آمده که در تاریکی شب ناگهان از خواب بیدار شوید و به سقف اتاقتان نگاه کنید؟ فقط یه حس عجیب داری، یه جور حس خالی بودن. این یه چیز خیلی مهم رو گم کردی، یه چیزی که خیلی با ارزشه، ولی هر چی فکر میکنی یادت نمیاد چیه. این حس گنگ و ناآشنا مثل یه سایه سنگین رو روحت میافته و حسابی فکرتو مشغول میکنه. شاید از نظر بقیه زندگیت خیلی خوب و بی‌نقصه. یه خونه گرم و راحت داری که توش احساس آرامش و امنیت میکنی و یه شغل مناسب و پردرآمد که هر چی بخوای برات فراهم میکنه. آدمایی هم که واقعا دوستت دارن و همیشه هواتو دارن دورت هستن. با این حال یه وقتایی یه سوال مداوم تو ذهنت شکل میگیره و مثل یه موریانه به جونت میفته. این سوال با اصرار میپرسه واقعا چرا دارم زندگی میکنم؟ این همه تلاش و تقلا، این همه دویدن برای رسیدن به هدفهای مختلف، واقعا تهش چی میشه؟ آیا این همون چیزی که از اول دنبالش بودم؟ این سوالها آرام و بی صدا مثل قدم‌هایی توی راهروی تاریک تو ذهنمون صدا میدن. سوالایی که معمولا سعی میکنیم ازشون فرار کنیم، ولی بالاخره یه روزی یه جایی از زندگی دوباره سر راهمون سبز میشن. اگه این سوالها برای تو هم آشناست، بدون که تنها نیستی. خیلی از ما یه جایی از زندگیمون با این سوالها روبرو میشیم و عمیقاً حس میکنیم که باید یه معنای واقعی و یه هدف بزرگتر تو زندگیمون پیدا کنیم. یه معنایی که بتونه زندگیمون رو از این پوچی و بی هدفی نجات بده و بهش رنگ و بوی تازه ببخشه. تو این پادکست میخوام با تو یه سفر درونی و عمیق رو شروع کنم. یه سفر به عمق وجودمون که توش از فلسفه، روانشناسی و تجربه‌های مختلف آدم‌ها استفاده می‌کنیم تا شاید بتونیم یکم از این تاریکی‌ها رو روشن کنیم و به این سوال‌های عمیق و مهم جواب‌های واقعی پیدا کنیم. بخش اول، یه وقتی از بیرون به زندگیمون نگاه می‌کنیم حس می‌کنیم همه چی سر جاشه. همه اون چیزایی که همیشه فکر می‌کردیم برای داشتن یه زندگی شاد و خوشبخت بهشون نیاز داریم رو داریم. یه شغل مناسب، یه خونه گرم و راحت، یه زندگی با امکاناتی که شاید خیلی‌ها آرزوشو دارن و آدمایی که دوستمون دارن و بهمون اهمیت میدن. اما درست تو همین شرایط یه وقتایی تو خلوت خودمون به این نتیجه میرسیم که انگار یه چیزی کمه، یه چیزی که تعریف مشخصی براش نداریم، ولی حس نبودنش اونقدر واضحه که نمیتونیم نادیدش بگیریم. این حس عجیب و گنگ همون حسیه که یه وقتایی بهش میگیم پوچی. شاید برای اون سوال باشه که چرا با وجود این همه داشته باز هم حس میکنیم یه چیزی تو زندگیمون گم شده. انگار یه تیکه از پازل زندگی رو گم کردیم و هر چی دور و برمون رو نگاه میکنیم نمیتونیم پیداش کنیم. شاید فکر کنیم هنوز به اندازه کافی موفق نشدیم، یا شاید باید درآمد بیشتری داشته باشیم و یا خونه و ماشین بهتری بخریم تا این خلأ درونی از بین بره. اما واقعیت اینه که هر چی بیشتر داشته هامون رو زیاد میکنیم این حس گم شدن و پوچی نه تنها از بین نمیره بلکه یه وقتایی حتی عمیق‌تر هم میشه. ریشه این حس شاید به نوع نگاهمون به خوشبختی برگرده. از بچگی بهمون یاد دادن که خوشبختی رو باید تو دنیای بیرون پیدا کنیم، تو نمره‌های خوب مدرسه، تو شغل مناسب و پردرآمد، تو ماشین مدل بالا و خونه بزرگ. تمام زندگی رو در حال دویدن به دنبال هدف‌هایی سپری می‌کنیم که جامعه بهمون دیکته کرده و این باور رو داریم که اگه به این هدف‌ها برسیم حتما احساس خوشبختی و آرامش خواهیم داشت. اما تهش وقتی به این هدف‌ها میرسیم با یه واقعیت عجیب و تلخ روبرو میشیم، میفهمیم اون حس خوشبختی و رضایتی که منتظرش بودیم اونجا نیست و ما همچنان تو خودمون احساس خلا و نارضایتی داریم. ویکتور فرانکل، روانشناس و نویسنده معروف، یه جمله خیلی قشنگ داره. اون میگه آدم میتونه هر رنجی رو تحمل کنه به شرطی که یه معنایی برای تحملش داشته باشه. اما این پوچی و بی‌معنایی که آدم رو از پا در میاره. این جمله عمیقاً بهمون یادآوری میکنه که چیزی که واقعاً بهش نیاز داریم یه معنای عمیق و یه هدف روشن تو زندگیه. یه معنایی که بهمون نشون بده چرا زنده ایم، چرا هر روز صبح از خواب بیدار میشیم و دنبال چی این همه تلاش میکنیم. یه بار توی کافه شلوغ یه مرد میان سال رو دیدم که تنها کنار پنجره نشسته بود و بدون هیچ حرکتی به بیرون نگاه میکرد. حال و هواش خیلی غمگین و خسته بود و انگار حسابی تو فکر و خیال بود. کنجکاو شدم و پیشش رفتم و ازش پرسیدم که همه چی خوبه. با لحنی آروم و آهسته جواب داد نمیدونم، همه چی دارم ولی حس میکنم هیچی ندارم. انگار یه چیزی رو گم کردم، یه چیزی که حتی نمیدونم چیه. جمله اون واقعا منو به فکر فرو برد. این مرد مثل خیلی از ما فکر میکرد که اگه به هدفهایی مثل پول، مقام و شهرت برسه خوشبخت و راضی میشه، ولی حالا که همه اونها رو داشت هنوز احساس خالی بودن و گم شدگی میکرد.
شاید باید هر کدوم از ما تو خلوت خودمون صادقانه از خودمون بپرسیم که دقیقاً دنبال چی هستیم. این همه تلاش و دویدن‌های ما برای چیه؟ آیا واقعاً این چیزایی که دنبالشون هستیم خوشبختی واقعی و عمیق رو برامون برمغان میارن؟ یا شاید خوشبختی واقعی رو باید یه جای دیگه پیدا کنیم، یه جایی تو خودمون و یه معنای عمیق‌تر که زندگیمون رو از این خلأ درونی رها کنه. با این سوال‌ها حالا آماده ایم تا تو بخش بعدی این پادکست عمیق‌تر به دنبال این معنی گم شده بگردیم و ببینیم فیلسوف‌ها و روانشناس‌ها تو طول تاریخ چه جواب‌هایی برای این سوال‌ها پیدا کردن و چطور میتونیم تو وجود خودمون به دنبال این گنج با ارزش بگردیم. بخش دوم، سفری به درون خودمون در جستجوی گنج درون. از گذشته‌های دور تا امروز آدم‌ها همیشه با یه سوال بزرگ به اسم معنی زندگی روبرو بودن و پیوسته دنبال پیدا کردن جواب‌هایی برای اون هستن. فیلسوف‌ها و اندیشمندان تو طول تاریخ بارها به این سوال پرداختن و هر کدوم جواب‌ها و نظریه‌های مختلفی ارائه دادن. شاید بشه گفت که آدم از همون اول همیشه دنبال یه چیزی بوده که به زندگیش معنا و مفهوم عمیق‌تری ببخشه، یه چیزی که برای اون زندگی کنه و به زندگیش جهت بده. افلاطون، فیلسوف یونان باستان، اعتقاد داشت که هدف اصلی زندگی آدم رسیدن به خیر مطلق هست. شاید رسیدن بهش برای خیلی از ما دور از تصور باشه. اون باور داشت که خوشبختی واقعی تو دنیای بیرون و لذت‌های مادی نیست، بلکه تو رسیدن به یه حقیقتیه که فراتر از زندگی روزمره و مادی قرار داره. از طرف دیگه فریدریش نیچه، فیلسوف برجسته آلمانی، نگاهی متفاوت و شاید یکم جسورانه تر داشت. اون اعتقاد داشت که زندگی به خودی خود هیچ معنای مشخصی نداره، بلکه این وظیفه خود آدمه که به زندگی معنا بده. نیچه میگفت ما خودمون خالق معنای زندگیمون هستیم و نباید منتظر باشیم تا کسی یا چیزی از بیرون به زندگی ما معنا ببخشه. این نگاه هرچند ممکنه تو نگاه اول ناامید کننده به نظر برسه، ولی در واقع به آدم قدرت انتخاب و آزادی بیشتری میده تا خودش تصمیم بگیره زندگیش رو به چه چیزی اختصاص بده و چه معنایی رو برای اون خلق کنه. ویکتور فرانکلین، روانشناسی که خودش توی یکی از تاریک‌ترین دوران تاریخ بشری، یعنی تو اردوگاه کار اجباری نازی‌ها زندگی کرده بود. اون اعتقاد داشت که حتی تو بدترین و تاریک‌ترین لحظه‌ها هم زندگی میتونه معنادار باشه، به شرطی که آدم بتونه یه معنایی برای اون پیدا کنه. اون به زیبایی میگه معنای زندگی تو هر لحظه از زندگی وجود داره، حتی تو لحظه‌های دردناک و رنج‌آور. وظیفه ما پیدا کردن این معناست، معنایی که بتونه به رنج‌هامون ارزش بده و اونها رو قابل تحمل کنه. وقتی این دیدگاه‌ها رو کنار هم میذارین، میفهمیم که معنای زندگی یه مفهوم ثابت و یکسان برای همه نیست. در واقع این معنا برای هر کدوم از ما میتونه کاملا متفاوت باشه و حتی تو طول زندگی بارها تغییر کنه. شاید یه جایی از زندگی معنای زندگی رو تو موفقیت‌های شغلی و دستاوردهای مالی ببینیم، یه جای دیگه معنای زندگی برامون تو عشق، روابط عاطفی یا تشکیل خانواده باشه. و یه وقت دیگه شاید به این نتیجه برسیم که معنای حقیقی زندگی تو کمک کردن به دیگران یا انجام دادن کاریه که به دیگران امید و شادی ببخشه. از دیدگاه روانشناسی هم ثابت شده که وقتی زندگیمون هدف و معنای عمیق و واقعی داشته باشه، احساس آرامش و رضایت بیشتری میکنیم. داشتن یه هدف روشن و ارزشمند باعث میشه که بتونیم با اشتیاق و انگیزه صبح‌ها از خواب بیدار بشیم و زندگیمون رو با انرژی و امید ادامه بدیم. نداشتن چنین هدف و معنایی، حتی اگه از لحاظ مادی زندگی خوبی داشته باشیم، به ما احساس بیهودگی و ناامیدی میده و باعث میشه که کم کم به پوچی و افسردگی دچار بشیم. بخش سوم، قصه ای از جنس زندگی. چند سال پیش در یک عصر پاییزی آرام در یک کافه کوچک کنار پنجره نشسته بودم. انگار زندگی متوقف شده بود و همه چیز به شکلی عجیب و مبهم آرامتر از همیشه به نظر می رسید و من در سکوت غرق در افکار خودم بودم. درست در همان لحظه مردی وارد کافه شد و درست روبروی من نشست. مردی میانسال با چشمانی خسته و لباسی ساده و مرتب. ابتدا توجه چندانی به او نکردم، اما بعد از چند دقیقه متوجه شدم که رفتار این مرد متفاوت است. او بدون اینکه چیزی سفارش دهد به بیرون خیره شده بود و انگار اصلا به اطراف توجهی نداشت. نمیدانم چرا کنجکاو شدم. گاهی اوقات مردم بدون اینکه کلمه‌ای بر زبان بیاورند داستان زندگیشان را در چهره و نگاهشان فریاد میزنند. این مرد یکی از همون افراد بود. داستانی ناگفته اما پررنگ در خطوط چهرش موج میزد.
پس از کمی تردید بالاخره تصمیم گرفتم سکوت را بشکنم. با مهربانی پرسیدم ببخشید، حالتان خوب است؟ نگاهش آرام و سنگین از پنجره برگشت و با چشمانی خیره و غمگین به من نگاه کرد. ابتدا پاسخی نداد، اما پس از مکسی کوتاه گفت راستش را بخواهید نمیدانم. اتفاق خاصی نیفتاده، اما مدتی طولانی است که حالم خوب نیست. نمیتوانم توضیح دهم. انگار چیزی درست نیست، چیزی گم شده. سپس آهی عمیق کشید و ادامه داد عجیب است. من تمام چیزهایی که میخواستم را دارم. شغلی موفق که سالها برایش تلاش کردم، خانه‌ای خوب و راحت که همیشه آرزویش رو داشتم، درآمد مناسب، سفرهایی که همیشه دوست داشتم بروم و حتی افرادی که همیشه حمایتم کرده‌اند و دوستم داشتند. اما با وجود همه اینها، یک روز که از خواب بیدار شدم، حس کردم زندگیم مانند یک خانه بزرگ و زیباست که هیچ کس در آن زندگی نمی‌کند. خالی، سرد، کمی سکوت کرد و دوباره نگاهش را به پنجره دوخت. صدایش غمگین‌تر شده بود. سالها فکر می‌کردم فقط کافی است به اهدافم برسم تا احساس خوشبختی کنم. فکر می‌کردم فقط کافی است پول داشته باشم، شغل خوب داشته باشم، موفقیت داشته باشم. اما حالا که همه را دارم، فهمیدم که چیزی در این معادله اشتباه بوده است. تکه‌ای از وجود من گم شده که نمی‌دانم چیست و کجا باید پیدایش کنم. حرف‌هایش آنقدر واقعی و عمیق بود که نتوانستم چیزی بگویم. فقط گوش می‌کردم و هر کلمه‌ای که می‌گفت انگار عمیقاً در وجودم نفوذ می‌کرد. سپس در حالی که لبخندی محزون بر لب داشت، داستان زندگیش را برایم تعریف کرد. از جوانیش که همیشه در تلاش برای رسیدن به موفقیت‌های شغلی و مادی بود و اینکه چگونه کم کم همه چیز را به دست آورد، اما همیشه فکر می‌کرد این کافی نیست و باید بیشتر تلاش کند. تا اینکه یک روز در اتاقش از خواب بیدار می‌شود، با این حس تلخ روبرو می‌شود که زندگیش هیچ معنا و مفهومی ندارد. میگفت بعد از آن روز مدت‌ها سعی کرده این حس را نادیده بگیرد و فکر کند که این فقط خستگی موقتی است، اما هر روز که می‌گذشت این حس قوی‌تر و عمیق‌تر می‌شد. کم کم تمام داشته‌ها و موفقیت‌هایی که به آنها افتخار می‌کرد برایش بی‌معنا شدند و کم کم دیگر نمی‌توانست از آنها لذت ببرد. حتی وقتی دوستانش او را دعوت می‌کردند، وقتی به سفرهای تفریحی می‌رفت یا در جشن‌ها و دورهمی‌ها شرکت می‌کرد، همیشه ته دلش آن خلأ و پوچی پنهان وجود داشت. در ادامه حرف‌هایش گفت که چند هفته پیش در یکی از همین روزهای پوچ و بی‌معنا تصمیم گرفته همه چیز را کنار بگذارد و برای اولین بار در زندگیش بدون هیچ برنامه‌ای فقط به یک سفر کوتاه برود، سفری که هیچ مقصد مشخصی نداشت. فقط می‌خواست راه بیفتد و ببیند به کجا می‌رسد. در این سفر کوتاه برای اولین بار بعد از سالها در یک روستای کوچک اقامت کرده بود. میگفت شب آنجا روی پشت بام یک خانه ساده دراز کشیده و به آسمان پرستاره نگاه کرده و ناگهان متوجه شده که سالهاست حتی یک بار هم آسمان را این گونه تماشا نکرده است. در سکوت آن شب و زیر آن ستاره ها اولین جرقه ها در ذهنش روشن شدند. جرقه هایی که باعث شدند او برای اولین بار بفهمد شاید خوشبختی واقعی در چیزهایی باشد که سالهاست آنها را نادیده گرفته است. در سکوت، در زیبایی‌های ساده طبیعت، در ارتباط عمیق با خود، در چیزهایی که نمی‌شود خریدشان یا به سادگی به دستشان آورند. بعد از تمام شدن حرف‌هایش دوباره ساکت شد. حالا من هم همراه او به بیرون پنجره نگاه می‌کردم. باران آرامتر شده بود و چراغ‌های خیابان در پیاده‌روهای خیس شهر منعکس می‌شدند. این مرد بدون اینکه بخواهد در آن کافه کوچک درسی به من داد که تا همیشه در ذهنم ماندگار شد. از آن روز به بعد هر بار که حس کردم دارم بیش از حد درگیر داشته‌ها، موفقیت‌ها و دستاوردهای بیرونی می‌شوم، به یاد آن مرد افتادم و به یاد آوردم که معنای حقیقی زندگی جایی در عمق وجود خودم است. جایی در آرامش شب‌های پرستاره و لحظاتی که فقط باید نشست، نگاه کرد و زندگی را با تمام سادگی‌ها و زیبایی‌هایش با قلبی باز و ذهنی پذیرنده لمس کرد. بخش چهارم، پیدا کردن گنج درون تو سکوت و خلوت. تمرین‌های عملی. برای اینکه بتونیم معنای عمیق زندگیمون رو پیدا کنیم، باید از هیاهوی دنیای بیرون یکم فاصله بگیریم و به دنیای درون خودمون وارد بشیم. دنیایی که شاید مدت‌هاست فراموشش کردیم. دنیایی پر از احساسات، افکار و رویاهایی که تو شلوغی روزمرگی‌هامون کمتر فرصت کردیم بهشون توجه کنیم.
تو این بخش میخوام تمرین‌ها و تکنیک‌های ساده ولی خیلی مؤثر رو بهتون معرفی کنم تا بتونید تو سکوت و خلوت خودتون گنج پنهان درونیتون رو کشف کنید. اولین و شاید مهمترین قدم اینه که هر روز یه زمانی رو به سکوت و خلوت با خودتون اختصاص بدید. این به معنی یه مدیتیشن عمیق یا پیچیده نیست. کافیه چند دقیقه توی فضای آروم بشینید، چشماتون رو ببندید و به نفساتون گوش بدید. بذارید افکارتون آزادانه بیان و برن بدون اینکه سعی کنید اونها رو کنترل یا قضاوت کنید. این تمرین بهتون کمک میکنه صدای درون خودتون رو واضح‌تر بشنوید و بهش نزدیکتر بشید. تمرین دوم، مرور خاطرات و لحظه‌هایی که تو اونها احساس زنده بودن، اشتیاق و شور و شوق داشتید. سعی کنید این خاطرات رو با دقت مرور کنید و از خودتون بپرسید که تو اون لحظه‌ها دقیقاً در حال انجام چه کاری بودید. چه چیزی باعث میشد که احساس رضایت شادی و واقعی کنید؟ یادداشت کردن این خاطرات بهتون کمک میکنه تا ارزش‌ها و علاقه‌مندی‌های واقعیتون رو بهتر بشناسید و درک عمیق‌تری از معنای زندگی برای خودتون پیدا کنید. تو قدم سوم پیشنهاد میکنم ارزش‌هاتون رو به صورت شفاف و واضح یادداشت کنید. یک کاغذ بردارید و روش بنویسید چه چیزهایی تو زندگی برای شما واقعا مهم هستن. به این فکر کنید که برای چه چیزهایی حاضرید بجنگید، زمان و انرژی صرف کنید یا حتی سختی‌ها رو تحمل کنید. این تمرین بهتون کمک میکنه اولویت‌هاتون رو تو زندگی مشخص کنید و مسیر روشن‌تری برای آینده‌تون بسازید. تمرین بعدی توجه به لحظه‌های ساده و کوچیک زندگیه. یه وقتایی ما اونقدر درگیر هدف‌های بزرگ و دستاوردهای چشمگیر هستیم که زیبایی‌های ساده زندگی رو نمی‌بینیم. به لحظه‌های عادی و کوچیکی توجه کنید که شاید هر روز تکرار میشن، مثل خنده بی‌دلیل یه بچه، بوی خاک نم خورده بعد از باریدن بارون، گفتگوی ساده و دلنشین با یه دوست نزدیک یا حتی نوشیدن چای توی عصر آروم. شاید معنای زندگی تو همین لحظه‌های ساده و کوچیک پنهان شده باشه و فقط منتظری که ما اونها رو ببینیم و درک کنیم. یه وقتایی هم ممکنه عقل و منطق نتونن جواب مناسبی برای سوالهای عمیق ما داشته باشن. تو این شرایط به صدای قلبتون اعتماد کنید، چون قلب یه وقتایی بهتر از هم منطقی میدونه چه چیزی واقعا برای ما خوب و درسته. سعی کنید یکم از منطق فاصله بگیرید و به احساسی که قلبتون بهتون منتقل میکنه گوش کنید. ببینید تو وجودتون چه چیزی رو واقعا دوست دارید و احساس میکنید که برای شما درسته. هنر هم یه راه قدرتمند برای پیدا کردن و درک بهتر معنای درونی زندگیه. هر نوع فعالیت هنری که دوست دارید انجام بدید، موسیقی بزنید، نقاشی کنید، داستان یا شعر بنویسید یا حتی فقط به موسیقی‌های گوش بدید که بهتون احساس خوبی میدن. هنر بهتون این امکان رو میده که احساسات عمیق و افکار خودتون رو به شکلی واضح‌تر و عمیق‌تر ببینید و درک کنید. طبیعت میتونه یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین معلم‌های زندگی باشه. یه وقتایی یه پیاده‌روی ساده تو طبیعت، گوش دادن به صدای پرنده‌ها یا لمس باد خنک رو پوستمون کافیه تا ارتباط عمیقی با جهان و خودمون برقرار کنیم. طبیعت بهمون یادآوری میکنه که زندگی میتونه زیبا، ساده و در عین حال عمیق و پرمعنا باشه. این تمرین‌ها اولش ممکنه ساده به نظر برسن، اما با تکرار و پشتکار میتونن تأثیر فوق‌العاده‌ای رو کیفیت زندگی و احساس رضایت درونی شما داشته باشن. اینها همون قدم‌های کوچیکی هستن که کم کم کمک میکنن تا اون معنای عمیق زندگی رو پیدا کنید و گنج درونی خودتون رو کشف کنید. بخش پنجم، نتیجه گیری، پذیرش، امید و ادامه مسیر. زندگی شاید هیچ وقت یه سوال نبوده که فقط دنبال یه جواب قطعی و نهایی براش باشیم. شاید هیچ جواب قطعی و همیشگی برای سوال معنای زندگی چیه وجود نداشته باشه. اما تو هر قدمی که تو این سفر برمی‌داریم میتونیم یه تیکه کوچیک از این معنا رو پیدا کنیم و زندگیمون رو غنی‌تر، عمیق‌تر و ارزشمندتر کنیم. شاید مهمترین درسی که میتونیم از این گفتگوها و داستان‌ها یاد بگیریم این باشه که پذیرفتن عدم قطعیت تو زندگی بخشی از رسیدن به معنای واقعی اونه. زندگی همیشه در حال تغییر و تحوله و معنایی که ما امروز برای زندگیمون پیدا میکنیم ممکنه فردا متفاوت باشه. شاید یه روزی معنا تو موفقیت شغلی باشه و روزی دیگه توی رابطه عمیق با یه آدم دیگه یا کمک به دیگران. چیزی که اهمیت داره اینه که هر روز با عشق، امید و باور به خودمون تو این مسیر قدم برداریم و بذاریم زندگی ما رو به جایی ببره که معنای واقعی و عمیقش رو پیدا کنیم. امید، ایمان و عشق سه عاملی هستن که همیشه میتونن تو این مسیر به ما کمک کنن.
هر جایی که حس می‌کنیم معنایی رو گم کردیم، هر جایی که سردرگم هستیم و نمی‌دونیم که باید به کدوم جهت بریم، میتونیم به این 3 مفهوم عمیق تکیه کنیم. وقتی با امید زندگی کنیم، هیچ وقت تو تاریکی ناامیدی فرو نمیریم. وقتی به خودمون و توانایی‌هامون ایمان داشته باشیم، همیشه دلیلی برای ادامه دادن پیدا می‌کنیم. و وقتی عشق رو تو هر قدم از زندگی تجربه کنیم، زندگیمون رنگ تازه‌ای به خودش میگیره و معنایی عمیق‌تر پیدا میکنه. دوست دارم یادآوری کنم که پیدا کردن معنای زندگی یه مقصد نهایی نیست که یه بار برای همیشه بهش برسیم و دیگه تموم بشه، بلکه سفریه که همیشه ادامه داره. تو هر مرحله از زندگی ممکنه با چالش‌ها و سختی‌هایی روبرو بشیم، ولی دقیقاً تو همین لحظه‌های سخت و گنگه که معنای عمیق‌تری از زندگی برامون نمایان میشه. این سفر همیشه در جریانه و ما باید آماده باشیم که همیشه در جستجو باشیم، همیشه یاد بگیریم و همیشه با قلبی باز و ذهنی روشن تو مسیر زندگی قدم برداریم. ممنونم که تا اینجا همراه من بودی و به این پادکست گوش دادی. امیدوارم این سفر کوتاه به درون یه جرقه کوچیک تو قلب و ذهنت روشن کرده باشه. اگه تو هم تجربه‌ای داری یا معنای عمیق برای زندگیت پیدا کردی که دوست داری با بقیه به اشتراک بذاری، حتما تو قسمت نظرات بنویس. شاید داستان تو هم بتونه الهام بخش فرد دیگه‌ای بشه که دنبال معنای واقعی زندگیش میگرده. تا پادکست بعدی، با قلبی آروم و ذهنی روشن، بدرود.